زن و شوهر صاحبکار را در جماعت انجی ناحیه باباجان غفورов گروه جنایتی به قتل رسانیده است. بیان شد روز 2 فوریه در نشست خبری سردار ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت. طریق پنهانی با اولی خودی شهروان محمد جان و مقصود جان محمد جانویچ اوری شدن و صاحبخانه نعمت الله عبادت تولدش از 1950 صاحبکار با سکوچ و نقلی برقی بسته با زوب و دودن به قتل رسانیدن. به قول مقامات این جنایت را یک ساکن شهر خوجند طرح ریزی کرده است و حالا در بازداشت است. باید با صفتی همچون عیبدار شونده پیشنهاد کردن پرونده جنایتی بسود معلومات انیق دقیق می‌دهیم. مقصود جان محمد جانوف و همسرش در بازار پنجشنبه شهر خوجند دکانی متاع فروشی داشتند. آن وقت هم خبری مرگ این دو نفر همکاران را متاثر و نگران کرده بود. ما غمگین شدیم نشنیدیم غمگین شدیم که نفرت که آدم زدن خیلی کنه ما واقعا گوید حیرت بموندیم. نزدیکان مقصود جان محمد جانوف از اول می گفتند بخل و حسد بر مال و کار آنها سبب کشتار بوده است. هیچ ممکن نیست که داوری ما آدم‌ها مهنت خودش که همین قدر درجه رسیده دیگران بخیلی کده ناتوان بینی کده اینها کشیده گیرد با زوری. در ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت گفتند برای تحقیق این پرونده یک گروه تفتیشاتی از حساب نهادهای دادستانی و کارهای داخلی تأسیس یافت که زیر نظر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان قضیه را قریب 4 ماه تحقیق کردند. جنایت که شدگی هست برای بعضی کارهای خیلی سری تفتیشاتی میدونه برای همین گذراندن حرکت‌های تفتیشاتی کمتر خودداری میکنیم برای همین جنایتکارا پر دستگیر شدگی است. مقامات ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت نام گمانبران را نگفتند با تکیه بر این که روزهای نزدیک در این باره اظهارات علاهیده وزارت پخش می شود سببهای صادر شدن جنایت را نیز آشکار نکردند. از طرف وزیر کارهای داخلی فرمان میشه سپارش میشه و همه به طرف مختصر به همه ما معلومات میتن. تشکر.